نیم ساعت دیگر را بحر سوال جواب حواله میکنیم. رسول اکرم میگوید اتقوا الزنا فإن فیه 6 خصال. ای امت مسلمان، از زنا پرهیز کنید، زیرا که در زنا 6 خصلت است. 3 فی الدنیا و 3 فی الاخره. این 6 خصلتی بعد این وعیدهای سخت 3 تاش در دنیا میبینین و 3 تا دیگرش را در آخرت میچشین. و اما التی فی الدنیا، آن 3 چیزی که از حساب زنا بر ما و شما میرسد، رسول الله چی گفتن؟ اول فذهاب بهاء الوجه. یکم پیغمبر خدا گفتن اون چهره نورانی که در روی امت من است، وقتی که امت من به زنا اگر داده شد، این چهره نورانی از روی او کشیده می شود. در چهره انسان زناکار دیگر نور اسلام باقی نمی ماند. هیچگاه در چهره انسان زناکار از نور اسلامی چیزی باقی نمی ماند. دویم رسول الله چی گفتند؟ دویم معامله بدی که خداوند در دنیا بر او میکند و قصر العمر، خداوند عمر او را کوتاه میسازد. هر کسی که در دنیا زنا میکند خدا عمرش کوتاه بسازد و پیغمبر خدا هم گفتند عمرش کوتاه است. و سوم و دوام الفقر. رسول الله گفتند سیوم چیزی که بر زناکار میرسد، این اصلا دسترخوان او نان نمیبیند. اگر چند دولت دارد، دولتی او تیز است که خراب میشود. اگرچه با تمام شرایط ها آماده کرده شده هم که باشد، خداوند البته قادر است که همه نعمت از این زناکارش بردارد. زیرا این زناکار بے انصاف است، زیرا این زناکار تجاوز در امر خدا کردگی است، با خدا جنجال کرده است، با خدا مبارزه برده است. البته خدای نعمت از او می بردارد. و اما التی فی الاخره، 3 عملی که خداوند در آخرت با زناکاران میکند، این چی است؟ اول فسخط الله تعالی. یکم غضب خدا بر بالای این بنده در روز قیامت است. و سوء الحساب، سخترین حساب خدا بالای زناکار میگیرد. و عذاب النار. و بعد اینها معامله کردنش خداوند چیکارش میکند؟ خداوند البته وارد دوزخش میسازد. البته این مکافات شخصی هست که در دنیا زنا میکند. شمس الدین ذهبی میگوید در کتابش مکتوبا فی زبور، در کتاب زبور میگوید کتابت کرده شده بود این الزنات معلقون بفروجهم فی النار. حضرت میگوید همین زناکارایی که در دنیا زنا میکنند، اینها را خداوند در دوزخش از همین فرجهایی که اینها زنا کردند، از همین موضعشان اینها را کشال میسازد. خب بعدا چیکار میکند؟ یضربون بالسیاط من حدید. اینها را میگد از همین فرجهاشون کشال میسازد و با تیاقهای آهنین همان ملائکه های دوزخ اینها را میزنند. فاذا استغاث، وقتی که من الضرب، وقتی که میگد میزنن این زناکار طلب یاردم میکند، ای ملائکه مرا آزار بسیار نده، وجود من در من شد. این ملائکه دوزخ بر این زناکار چی میگفته است؟ نادته زبانیه. همین ملائکه دوزخ میگفته است این کان هذا الصوت و انت تضحك و تفرح و تمرح ولا تستحي منه. این ملائکه دوزخ میگفته است این طلب یاردمی که الحال تو از من میکنی، آیا نمیشد که همین طلب یاردم در دنیا میکردی؟ در حالتی که تو زنا میکردی میخندیدی، زنا میکردی راحت میکردی، زنا میکردی معیشت میکردی. ولا تستحی منه،
از خدایی که تو را خلق کرد تو از او شرم نکردی، امروز تو با از من یاردم طلب میکنی؟ اینجا جای یاردم نیست دیگه. حضرت موسی گفتن الهی ما لمن زنا، پروردگارا کسی که در دنیا زناکار است او را چی جزا میتی؟ قال الله تعالی البسه درعا من النار لو وزع على جبل شاهق لاصبح رمادا. پیغمبر خدا چی گفتن؟ حضرت موسی گفتن خداوند جواب گفت که من بر زناکار چگونه معامله میکنم؟ یک درعش میپوشانم. درع گفته لباس همون دوزخی‌ها را میگن از آهن است، چنان تفسان است که میپوشانمش. اگر همون لباس دوزخی را در بالای کوه از کوههای بلند دنیا اگر بگذارین لاصبح رمادا، قسم به عظمتی خدا که کوه را خاکستر میگرداند. همون لباس زناکار است. لکن از همه ده زنای وزنین ترین پیغمبر خدا با کی گفتن؟ اعظم زنا بالام والاخت و بالمحارم. در باب زنا صحبت ها زیاد است. انشاءالله ما در باب هر یک جمعه من شاید که حدیث های از این تکرار میکنیم. رسول الله گفتن بزرگترین زنا زنای با مادر است و زنای با خواهر و اپه است و زنا با زنی هست که برای تو نکاح و حرام است. این از همه ده وزنین ترین زنا در نزد خدا به حساب می رود. حتی حاکم می گوید و صحح فی حاکم و صحح الحاکم، در صحیح خود حاکم چی میگد؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. حضرت گفتن اگر کدام انسانی که اگر با خواهر و اپه و آچه خود وقتی زنا کرد به جز کشتن دیگر او را باید یگان راه نداشته باشد، فقط او انسان قتل کردن در کار. امروز در همین زمان ما و شما شنیدیم، با مادرم شنیدیم، با خواهرم شنیدیم، با اپه هم شنیدیم. برای چی؟ برای که ما و شما پیروی سنت پیغمبر خدا نشدیم. برای که ما و شما آن چیزی که پیغمبر خدا به ما و شما سفارش میدهد، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها محرم الا ثالثهما الشیطان. ببین پیغمبر خدا میگه هیچگاه با زنی که همراه خود یگان محرمش نباشد شما تنها نشینید، زیرا این که سیوم شما شیطان می شود. شما حتی به خواهر خود، به ینگه خود، به خاله و عمه خود که اینا برای شما گرفتنشون حرام است، تنها نشستن شما را پیغمبر خدا اجازت نمیده، زیرا میگه سیوم شما شیطان است، شما را وسواس میکنه. برای چی ما و شما را اسلام امروز رخصت نمیدهد فرزندهایی که الک به سین 7 میرسند جاگه های اونا را از خانه جدا کنین، جاگه پدر و مادر جدا باشد، جاگه فرزندها جدا باشد. همه برای همین است. امروز چی یک بیناموسی در ما و شما پیدا شده است. در خانه ما و شما وقتی یک رفیق ما و شما، یک همسایه ما و شما میآید، خدمت دسترخوان ما و شما را زن ما و شما میکند. این در کجاست آخه؟ همین ناموس است. دختری تو، خواهری تو، زنی تو نخواد در رفیق تو بیاد دسترخوان پرتاید. آخه اگر سخت هم نرسد دستت نمیشکند، مهمان توست. حضرت عمر در خانه نمی نشست، مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد، میگو شرم میدارم که نزد مهمان نشینم در حالتی که ملائکه ها راست ایستادگی هستند. ما و شما می نشیم بس فرمان میتیم. کاش که او زنی تو با یک لباسی خوب داشته باشد، کشال می شود تمامی وجودش میتابد. این مسئله را شما دقت بتین، نگذارین.